پیمان ناتو میگوید القاعده با طالبان در افغانستان همکاری نزدیک دارد و میتواند به جنگ این گروه به ضد نیروهای حکومتی کمک کند. ژنرال چارلز کلیولند سخنگوی ناتو روز 5 می گفت هرچند القاعده نمیتواند خطر جدی برای نیروهای افغانستان ایجاد کند، ولی با یاد دادن اصولهای جنگ و همکاری نزدیکتر با طالبان ممکن است که در جنگ این گروه تندرو با نیروهای حکومتی مساعدت کند. بعد حمایت ایمن الظواهری رهبر القاعده از مولا اختر منصور رهبر نوی طالبان در آخر سال گذشته و گفته چارلز کلیولند رابطه طالبان و القاعده زیادتر شده است. در این باره صحبت داشتم با قادر حبیب، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد. قادر، پیمان ناتو خطر همکاری های نزدیک القاعده و طالبان برای نیروهای افغانستان را تا چه حد زیاد ارزیابی می کند؟ قسمی که شما اشاره داشتین به صحبت‌های سخنگوی ناتو در افغانستان، اونا تهدید خود گروه القاعده را در برابر نیروهای امنیتی افغانستان عمده نمی‌دانند، اما زمانی که القاعده از روش‌هایی که آگاه است در بر خاطر دهشت افغانی و از او استفاده میکنه و او تجارب خود در اختیار گروه طالبان قرار میده، میتونه که به نیروهای افغان خطرساز و دردسرساز باشه و ناتو هم نزدیکی گروه القاعده با طالبان را تهدید عنوان کرده که میتونه نیروهای افغان را که همین حالا در جبهات مختلف حداقل در 16 ولایت که ما امروز شما صحبت میکنیم عملیات را بر علیه شورشیان برآ انداختن به چالش بکشانند. القاعده میتونه که در قسمت آموزش نیروهای طالبان و همچنان تجهیز تمویل اونا کمک کنه. مقامات خود افغانستان در این باره چی میگویند؟ آنها نیز بیانیه‌های سخنگوی ناتو را تایید میکنند؟ مقامات افغان هم از ظهور دوباره القاعده 5 سال بعد از مرگ رهبر ای گروه اسامه بن لادن سخن میزنند. اونا هم نگرانی مقامات ناتو و امریکایی در افغانستان را در ارتباط به ظهور ای گروه در افغانستان تایید میکنند. تشکر. قادر حبیب، همکارم از رادیو افغانستانی آزاد صحبت میکرد.